فکر نمودن در مورد تشخیص سرطان روده می تواند ترسناک باشد. اما شناسایی زودهنگام سرطان روده از طریق تست کردن منظم امکان پذیر است. اگر سرطان روده زودتر شناسایی شود، احتمال موفقیت آمیز بودن معالجه بیشتر است. هر 2 سال یک بار پروگرام ملی معاینات سرطان روده یک تست رایگان روده را به تمام استرالیایی های 50 تا 74 ساله روان می کند. اگر شما تست روده خود را هنوز دریافت نکرده اید، با مرکز راجستر ملی معاینه سرطان به تماس شوید تا بدانید که تستتان چه وقت می رسد. اگر سنتان بین 45 تا 49 سال هست، حالا می توانید اولین بسته رایگان تست سرطان روده خود را سفارش کنید. برای سفارش نمودن اولین تست خود از ncsr.gov.au بازدید نموده و روی Order a Bowel Test Kit فشار دهید. پس از تکمیل نمودن اولین تست خود، هر 2 سال یک بار به صورت خودکار یک بسته تست را دریافت خواهید کرد. نحوه استفاده از تست روده تان این گونه است. وقتی که بسته تست خود را باز می کنید، نام، تاریخ تولد و تاریخ نمونه را در یکی از لوله ها بنویسید. دفع ادرار کرده و تشناب را فلش کنید. آستر کاغذی را در کاسه تشناب قرار دهید. نوت: این را می توان بعد از اینکه کارتان تمام شد در تشناب فلش کنید. بر روی آستر کاغذی مدفوع کنید. لوله را باز نموده و نوک چوبک نمونه را داخل مدفوع کنید. شما فقط به یک نمونه کوچک نیاز دارید، به اندازه یک دانه برنج. این چوبک را دوباره داخل لوله نموده و سرپوش آن را محکم کنید. این لوله را بالا و پایین تکان دهید. نمونه اول را جهت خنک ماندن در داخل یخچال بگذارید، نه داخل فریزر. هنگام دفع مدفوع دوم خود، روش نمونه گرفتن را برای گرفتن نمونه دوم خود نیز تکرار کنید. فرمه جزئیات شرکت کننده را تکمیل کنید. این فرمه و نمونه هایتان را در داخل پاکت فراهم شده از قبل پرداخت شده قرار دهید. پاکت را دوباره به این پروگرام روان کنید. نتایج تست برای خودتان و دکتری که نامش را در فرمه درج کرده اید روان خواهد شد. نتیجه منفی یعنی همه چیز خوب است. 2 سال بعد این تست را تکرار کنید. یک نتیجه تست مثبت به این معناست که باید با دکتر خود صحبت کنید. در صورتی که به تست های بیشتری نیاز داشته باشید، دکترتان به شما توصیه خواهد کرد. به یاد داشته باشید، تست های منظم روده می توانند زندگی تان را نجات دهند. برای کسب معلومات بیشتر، به راجستر ملی معاینات سرطان به شماره 1-800-627-701 تماس بگیرید یا به شورای سرطان استرالیای جنوبی به شماره 13 11 20.